راستی امشب شب قدره. یعنی چی که توی همچین شبی شما به زمین میاییم و سرنوشت ما رو مشخص میکنیم؟ فقط سرنوشت شما نه حاجی، سرنوشت همه چی. فیها یفرق کل امر حکیم. در شب قدر تمام اموری که باید در طول یک سال جریان پیدا کنه تقدیر میشه و قضای حتمی پیدا میکنه. قضای حتمی یعنی هیچی نمیتونه چیزایی رو که امشب مقدر شده تغییر بده؟ هیچ سببی نمیتونه تغییرش رو بده مگر مشیت خداوند تعالی. یعنی امشب همه چیز برای من تقدیر میشه؟ بیا بریم یه نگاه به آسمون بنداز، خودت ببین امشب تو آسمون چه قوقاییه. همه ملائکه دارن به زمین میان و هلهله کنان به بندگان خدا سلام میکنن. سلام علیکم.